سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز میخوایم طرز سعی دادن حلقه جادویی رو بهتون آموزش بدم. روش اول همینجور که داریم میبینین طرز خطای حلقه جادویی هستش. حالا علتش رو انتهای ویدیو بهتون میگم. زنجیرها رو داخل حلقه میزنیم تا حلقه کامل بشه. خب حالا نخ حلقه رو میکشیم تا حلقه جمع بشه. مشکل این حلقه همینجاست. موقعی که ما نخ رو میکشیم و حلقه جمع میشه، به مرور که بافت رو میریم بالاتر، این حفره داخل این حلقه باز میشه، حالا به هر فشاری که به بافت میاد و دیگه قابلیت برگشت نداره. در این یکی ویدیو همونجوری که داریم میبینین نخ کامبا رو دور انگشتای دستمون میپیچونیم و بعد قلاب رو از ما بین نخ رد میکنیم و زنجیره رو میگیریم و قلاب میزنیم. این حلقه جادویی خیلی ساده و راحته و هیچ وقت شما فراموش نمی‌کنین که چطوری بخواین یه حلقه جادویی رو بزنین و به راحتی برای هر چیزی میتونین استفاده بکنین. من خودم همیشه از این حلقه جادویی استفاده میکنم و بسیار کاربرد خوبی داره و در پایان کارم قشنگ و تمیز در میاد. زنجیرها رو میزنیم تا حلقه کامل بشه و حالا اینجا ما یه نخ آزاد داریم و 2 نخی که داخل حلقه است. نخ آزاد رو میکشیم، یکی از نخهای داخل حلقه کشیده میشه، اونو پیدا میکنیم و تا ته میکشیمش تا حلقه جمع بشه و بعد دوباره نخ آزاد رو میکشیم تا اون یکی حلقه جمع بشه و اینجوری حلقه جادویی ما درست میشه بدون اینکه حتی فشاری بهش وارد بشه. حفره داخل حلقه باز نمیشه. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. برای دیدن آموزش‌های بیشتر ما رو سابسکرایب کنین.